میدونی تلخ‌ترین لحظه زندگی یه آدم مشهور چیه؟ اینه که یه روز با تشویق مردم از خواب بیدار میشی و فرداش با نفرت همونا به خواب میری. فقط یه خبر، یه تیتر، یه شایعه و تموم. یه روز همه دوستت دارن، روز بعد همه انگار منتظر بودن زمین بخوری. شهرت یه شمشیر دو لبه است. یه لبش برق میزنه جلوی دوربین ها، اون یکی لبه زخم میزنه به روح کسی که زیر این نورها زندگی میکنه. بازیگر محبوبی که سالها لبخند زد تا مردم بخندند، فوتبالیستی که یه زمانی قهرمان زمین بود و بعد توی سینما قهرمان دلها شد. حالا باید خودش را از زیر آوار یه شایعه بیرون بکشه. شهرت با همه درخشندگیش مثل یه قفسه. آدمای بیرون اون قفس رو قصد میبینن، ولی خود زندانی فقط میخواد یه لحظه از نگاه‌ها فرار کنه. تصور کن هر لحظه زندگیت زیر ذره‌بین باشه. یه اشتباه کوچیک یا حتی یه شایعه بی اساس میتونه کل اعتبار و آبروتو نابود کنه. تو دنیای واقعی قاضی زمان میبره تا حکم بده، ولی توی شبکه‌های اجتماعی مردم قلب از شنیدن دفاع حکم صادر میکنن. اون بازیگر حالا توی خونش تنها نشسته با گوشی خاموش، درهای بسته و ذهنی پر از سوال. مگه من چیکار کردم اینطوری قضاوت شدم؟ ما آدما قضاوت کردن رو دوست داریم. انگار هر وقت یه چهره معروف میفته احساس میکنیم خودمون بلند شدیم. ولی پشت هر چهره معروف یه آدم معمولیه، با ترس، با خستگی، با اشک، با دلشکستگی. شهرت مثل نوریه که همه چیز رو روشن میکنه، حتی ضعف‌ها و زخم‌هایی که باید پنهون بمونن. اونها هم اشتباه میکنن، ولی فرقش اینه که اشتباهشون تیتر میشه. هیچکس نمیدونه پشت لبخند سلبریتی ها چه میگذره. بعضی از فشار مردم به مرز فروپاشی میرسن. چهره که یه روز باعث لبخند میلیون ها نفر بود، حالا از یک لبخند ساده هم میترسه. ما یادمون رفته پشت اون قابهای درخشان یه انسانه. نه قهرمان مطلقه، نه شیطان مطلق. فقط یه آدمه که گاهی اشتباه میکنه و گاهی قربانی اشتباه دیگرانه. یه روز اون قهرمان شاید برگرده، شاید نه. ولی قبل از اینکه دربارش نظر بدیم، یادمون بیاد که قضاوت آسان‌ترین کار دنیاست، اما فهمیدن سخت‌ترینش. به نظرت وقتی یه شایعه درباره یه چهره معروف پخش میشه، مردم باید سکوت کنن یا موضع بگیرن؟ تو جای اون آدم بودی، چطور دووم می‌آوردی؟ برای من بنویس.